اما یه کباب چنجه برامون درست کن که بذاریش تو دهن آب بشه. به خدا من به خاطر شرایط اقتصادی براتون کباب درست نمیکنه. یه کباب چنجه براتون درست کنم عین پمه برابری. پیازامون درشت خیرد میکنیم، یه خورده نمک بهش اضافه میکنیم و چنگش بزنیم تا او بفته. راست گوسفندیمون خیرد میکنیم و به پیازامون اضافهش میکنیم. حالا بهش فلفل سیاه اضافه میکنیم و چنگش بزنیم و معلمش یخچال. بعد 24 ساعت نمک به گوشتمون بزنیم و بکشیمش بسی. لا آتشتون که یه دست شد، چنجاتون رو با گوجهتون ملید زغال، یه مقدار مخلوط آب لیمو کرم بزنید بهش که قشنگ آبدار باشه. به به. کاش میشد یه بار میزبان کل مردم ایران میشدم. یعنی میشه انقدر این برنج خوش عطره که دلت میخواد خالی بخوریش. به ای بذارم هی پاک کباب یام رو بنده خوشمزبی.